سلام، من مهلام. به کانال من خوش اومدید. امروز اومدم اینجا راجع به یه سری از ویتامینا صحبت بکنم که اینکه آیا چه تأثیری داره ما اون ویتامینا رو میخوریم برای دهان و دندونامون. آیا خوبه که ویتامینا رو مصرف کنیم یا نه بذاریمشون کنار؟ لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. خب، قراره امروز راجع به ویتامینا حرف بزنیم و تاثیراتشون توی محیط دهان و دندونای ما. چه ویتامینایی خوبه؟ اصلا کدوم یکی از ویتامینا روی چه چیزایی تاثیر میذاره؟ شاید بعد دیدن این ویدیو مشکلاتی که شما توی دهان و دندوناتون دارین بتونین یه سریاشون رو با ویتامینا حل بکنید. اما اول از همه میخوام بهتون بگم برای خوردن یک سری از ویتامین ها حتما با دندونپزشک و پزشکتون مشورت بکنید. چرا این حرفو میزنم؟ دوستای عزیزم، ویتامینا یه سریاشون محلول در آبن، یه سریاشون محلول در چربی. یه سریاشون اگر مقدار زیادی ازشون مصرف بشه اصلا برای بدنمون خوب نیست. یه سریاشون هم اگر مقدار زیادی از مصرفش بکنین دفع میشه، اتفاقی نمیفته. پس اول از همه اگر فکر میکنید که پیش خودتون کمبود یک سری ویتامین ها رو دارید و یا اینکه شاید زیاد دارین که ویتامینایی رو مصرف میکنید، اینا فقط در حد حدس و گمان ماست. حتما باید آزمایش بدید تا از اینکه چقدر زیاده یا کمه مطلع بشید. حالا بریم سراغ بحث خودمون. اول از همه میخوام راجع به ویتامین C صحبت کنم. ویتامین خیلی خوبیه، خوشمزه هم هست، هم به صورت قرصای جوشان وجود داره، هم توی غذاهای خیلی زیادی ویتامین C وجود داره. حالا ویتامین C چه کمکی میتونه به دندونای ما بکنه؟ ببینید، ویتامین C نه تنها برای دندونامون خوبه، به بافت لثه های ما کمک خیلی زیادی میکنه، تقویت میکنه. لثه های ما باعث میشه که از خونریزی جلوگیری بکنن، یا اینکه موقعی که شما تمیز میکنید دندوناتون رو، کار ندارن به اینکه شاید جرم باشه یا مشکلات دیگه‌ای داشته باشید، اما اگر مطمئنید که این مشکلات رو ندارین اما همچنان خونریزی لثه دارید، میتونه دلیلش این باشه که ویتامین C تون پایینه یا کم مصرف میکنید از ویتامین C. ویتامین بعدی که میخوام راجبش حرف بزنم ویتامین D. بسیار ویتامین مهمیه. کاری که انجام میده چیه؟ ویتامین D باعث میشه که سرعت جذب کلسیم توی بدن ما بالا بره و این به چه چیزی کمک میکنه؟ به بافت استخونای ما و تقویت بافت استخون خیلی کمک میکنه. عزیزای دلم، ویتامین دی رو سر خود اصلا مصرف نکنید. توی میلی گرم های مختلفی وجود داره، قرص هایی که توی بازار و توی داروخونه ها هستش. حتما برای مصرف ویتامین دی اول باید آزمایش بدید و با پزشکتون مشورت کنید که اگر نیاز ویتامین دی رو مصرف بکنید به صورت قرص و به صورت مکمل حتما مصرفش بکنید. ببینید، ویتامین دی توی خیلی از لبنیات وجود داره، توی غذاهای دریایی سرشاره و همینطور هم آفتاب. پس در نتیجه یک سری از دوستای عزیزمون هستن که میتونم بگم توی کشورهای زندگی میکنن مثل کشورهای اروپایی، مثل ما که آفتاب نداریم. اونا شاید ویتامین دیشون پایین باشه، اما باز هم باید چک بشه. ولی خب شاید کسایی که توی ایران زندگی میکنن یا جاهایی که تابستونشون زیاده و آفتابشون زیاده شاید مشکل ویتامین دی نداشته باشن. پس این رو حتما باید چک بکنید با دکترتون. حالا اینکه من میگم ویتامین دی باعث میشه که جذب کلسیم اتفاق بیفته، کلسیم به چه دردمون میخوره؟ بیاین راجع به اون صحبت کنیم با هم. کلسیم به درد این میخوره که تقویت میکنه استخونها و البته دندونهای ما رو. در واقع بافت دندون رو بسیار تقویت میکنه و خیلی مصرفش برای بدن ما مهم و ضروری هستش. حالا کلسیم تو یک سری از غذاها وجود داره، پس نیازی نیست حتما به صورت مکمل یا قرص مصرف بشه. لبنیات، شیر، ماست، پنیر سرشار از کلسیومن. البته اینو هم بگم برای دوستانی که گیاهخوار یا وگان هستن، کلسیوم توی شیر سویا و محصولات سویا برای گیاهخواران هم وجود داره. پس شماها هم میتونید از شیر سویا استفاده بکنید برای اینکه کلسیوم رو به بدنتون برسونید. ویتامین بعدی که خیلی برامون مهمه ویتامین B3 یا ویتامین B3 هستش. به چه درد میخوره؟ اون دوستایی که آفتهای دهانی زیادی دارن، در واقع خیلی اتفاق میفته که توی دهانشون آفت بزنن، و یا اون دسته از دوستانی که با مشکل بوی بد دهان مواجهن، چیزی که من قبلا توی ویدیوهای قبلیم هم راجبش صحبت کردم که چه کارهایی میتونیم بکنیم. عزیزای دلم، اگر این دوتا مشکل رو دارید میتونید راجب ویتامین فکر بکنید و از پزشکتون این نظر رو بپرسید. شاید مقدارش کم هستش و میتونید استفاده بکنید تا بتونید از آفتهای دهانیتون جلوگیری بکنید. حالا ویتامین دی هم توی لبنیات وجود داره، توی ماهی وجود داره، اما چیزی که سرشار از ویتامین B3 هستش
اسفناج ویتامین B3 زیادی داره. پس اگر دوست دارید که اسفناج بخورید حتما این کار رو انجام بدید. ویتامین B3 تو یک سری از غذاها و محصولاتی که ما میتونیم و دوستشون داریم استفاده بکنیم وجود داره. مثل چی؟ مثل بادوم، مثل ماهی، مثل اسفناج. پس شما حتما نباید از مکمل و قرص براش استفاده بکنید. میتونید افزایش بدین خوردن این چیزایی رو که من گفتم تا بتونین یک ذره جلوگیری بکنین از آفت‌های دهانی و بوی بد دهانتون. یه ویتامین مهم دیگه‌ای که من میخوام امروز راجبش حرف بزنم ویتامین B12 هستش. بسیار برامون مهمه. ببینین عزیزای دلم، سرعت جذب کلسیم رو یکی از ویتامین های دیگه‌ای که بالا میبره همین ویتامین B12. ویتامین B12 میتونه از پوکی استخوان جلوگیری بکنه. توی مبحث دندون پزشکی این موضوع برامون خیلی مهمه. چرا؟ چون شما اگر دچار پوکی استخوان باشید و استخوان‌های محکمی نداشته باشید، دندونا باید یه جایی گیر بکنن دیگه. پس وقتی که استخوان‌های ما خوب نیست و پوکی استخوان داریم، دندونامون به خودی خود لق میشه، شل میشه و میفته. بیماران خیلی زیادی من دارم که به دلیل پوکی استخوان که اکثرا هم توی سن‌های بالاتر اتفاق میفته، دندوناشون سالمه اما مجبور به کشیدن دندونا هستیم چون دندونا لقه و عملا نمیتونن ازش استفاده کنن برای اینکه بخوان غذا بخورن یا بگذرونن زندگیشون. پس ویتامین B12 برامون خیلی مهمه برای اینکه متوجه بشید که آیا کمبودش رو دارید یا آیا دچار پوکی استخوان هستید. ما سنجش های استخوان داریم برای این موضوع. حتما از پزشکاتون بخوان که این سنجش استخوان رو براتون بنویسن یا آزمایشات رو بنویسن تا بتونید از این موضوع خبردار بشید که اگر نیاز به خوردن ویتامین B12 به صورت مکمل یا قرص حتما اقدام کنید. ویتامین آخری که قرار راجبش حرف بزنم ویتامین آ. ویتامین آ باعث ترشح زیادتر بزاق دهان میشه. بزاق دهان خیلی برای ما مهمه. اگر محیط دهان شما خشک باشه و دچار کمبود ترشح بزاق دهان باشید، به خودی خود پوسیدگی خیلی زیادی توی دهانتون اتفاق میفته و این موضوع رو دندون پزشکتون میتونه متوجه بشه که آیا شما جزء افرادی هستید که بزاق دهانتون به طور معمول ترشح میشه یا زیاد از حد یا کم. پس در نتیجه اگر جزء آدم‌هایی هستید که بزاق دهانتون کم ترشح میشه، ویتامین آ میتونه بهتون کمک بکنه که بزاق دهانتون ترشح بیشتری داشته باشه و این باعث بشه که در مقابل محیط اسیدی و باکتری ها دهانتون ایمن بمونه. حالا هویج و پرتقال سرشار از ویتامین آ هستن، اما باز هم میتونین از مکمل ها استفاده بکنید اگر خیلی مقدارش توی بدنتون کم هستش و نیاز به مکمل قرص داره. اما بازم برای چندمین بار میگم، خواهش میکنم برای اینکه متوجه بشید که ویتامین های بدنتون دچار کمبود هست یا نه، حتما به پزشک مراجعه کنید و ازشون بخوان که یک سری از این ویتامین ها رو براتون آزمایش بکنن تا مقدارش رو متوجه بشید. امیدوارم ویدئوی امروز بهتون کمک کرده باشه و یک کمی از سوالاتتون رو جواب داده باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین و با دوستاتون به اشتراک بذارید. سابسکرایب کانال یادتون نره.